دادگاه نویه پاولو ولایت ورونژ اسای فراد یکی از لیدرهای جمعیت تاجیکان این منطقه را با جرم تشکیل مهاجرت غیر قانونی شهروندان تاجیکستان به 2 سال شرطی زندان محکوم و برایش 2 سال مهلت آزمایشی تعیین کرد. خود فراد اسایف برای شرح قضیه هنوز دسترس نیست، ولی خدمات مطبوعات دادگاه این نویه خبر داد که در جریان تفتیش و مرافعه دادگاهی معین کرده شد که فراد اسایف از ماه یولی سال 2020 تا سپتامبر سال 2022 بود و باش غیر قانونی 3 شهروند تاجیکستان را در قلمرو روسیه تشکیل کرده است. به گفته مقامات اسایف برای دریافت اسناد بود و باش این 3 هموطنش معلومات بر دروغ ارائه کرده، از جمله آنها را به طور قلبکی در منظر زیستش ثبت نام کرده است و درباره گویا پدر بیولوژی کودکان بودن هموطنانش نیز معلومات بر دروغ داده است. در خلاصه عیبدارکنی گفته می شود که هدف فراد اسایف از این کارها بالا بردن آبرویش در بین تاجیک‌های ورونژ همچون نفر حل کننده مسئله ها و انتخاب شدن به مقام رهبر جمعیت تاجیکان این منطقه بوده است. نشریه های محلی می نویسند که اسایف در واقع در بین تاجیک‌های ورونژ نفوذ زیاد داشت. کارمندان فسبی ولایت ورونژ یکجای با نیروهای روزگواردیا و پلیس نویه پاولو فراد اسایف را 14 دکبر سال 2022 در نزد بنای دومه ولایت ورونژ وقتی دستگیر کردند که او از جلسه نوبتی شورای شهری اوید به مناسبت‌های بین ملت‌ها و بین دین‌ها بیرون می آمد. اسایف همچون نماینده جمعیت تاجیک‌ها عضو این شورا بود. بنا به اطلاع خبرگزاری محلی ریا ورونژ در آغاز به ضد فراد اسایف بر اساس قسم 2 ماده 322 کودکس جنایتی روسیه پرونده جنایتی گشودند. این بند قانون برای تشکیل مهاجرت غیر قانونی همچون جزا تا 7 سال زندان را پیش بینی می کند، ولی بعدا پرونده فراد اسایف را بر اساس قسم 1 ماده 322 که جزایش سبکتر حد اکثر تا 5 سال زندان است جنبست کردند. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات دادگاه نویه پاولو در جریان مرافعه فراد اسایف اتهام به ضدش اعلام شده را پذیرفت و خواهش کرد که حکم او بر اساس ترتیب ویژه قبول کرده شود. ترتیب ویژه در عوض اعتراف گناه و همکاری با تفتیشات و دادگاه صادر کردن حکم سبکتر را نسبت به گناهکار پیش بینی می کند. به این دلیل فراد اسایف با حکم شرطی خلاص خورد. نظر این لیدر تاجیک‌های ورونژ به حکمش معلوم نیست و این هم نامعلوم است که آیا او از این حکم شکایت خواهد کرد یا نه، ولی خدمات مطبوعات دادگاه پاولو گفت حکم فراد اسایف علیه قوه قانونی گرفته است.